سلام داش لوئیس، حالت خوبه؟ سلام آرمان، خوبم مرسی. خوبی؟ قربونه، عشق منی. دلم برات تنگ شده بود. داداش دلم برات خیلی تنگ میشه. قربونه عشق منی. لوئیس، اومدم در مورد پرسپولیس چند تا سوال ازت بپرسم. بریم تو کارش؟ سوال اول، از دید تو عامل اصلی افت عملکرد پرسپولیس در نتایج اخیر چیه؟ سوال خیلی خوبه. این فصل همه تیم های ایران بد بازی میکنن. خیلی. به نظرم دلیل اصلی این است که زمین چامان ها خرابند. افتضاح. خب ولی هنوز ما با ملوان، بولد، چرمالو و فرش سپاسی مساوی کردیم. داداش مامان بزرگم میتونه برای فرش سپاسی بازی کنه. خب بازی ها خیلی افسوده. خیلی هم باید توی استادیوم آزادی بازی کنیم. میخوام برم آزادی وقتی جوونم، نه وقتی موهم سفید پیر شدی. خیلی خوب بود، خیلی جواب خوبی بود. سوال دوم، نظر درباره خرید و فروش پرسپولیس تو نقل و انتقالات تابستونی چطور میبینی؟ دوباره سوال خیلی خوبه آرمان. بیشتره خریدامون خوب بودن. خب مثلا بیفوما، بکیچ، پایام و عواب همه خوبن. خیلی. ولی خیلی از بازیکن‌های خوب رو فروختیم، مثل گیورگی، سردار دوسن و میری، و ما بازیکن‌هایی که جای اونها رو بازی کنن و نخریدیم. متاسفانه. این مشکل خیلی بزرگه. خیلی. سوال سوم، عملکرد هاشمیان رو تا اینجا چطور دیدی؟ فکر میکنی بتونه پرسپولیس رو قهرمان کنه به نظرت؟ امیدوارم، ولی تجربه مربی بودنو زیاد نداره و اخیراً بازی نکردیم، اما هنوز نباختیم و باید به هماشیان وقت بدیم، حمایتش کنیم. آره، فقط یک امتیاز زیر اول هست. موافقی؟ آره موافقم، باید بهش فرصت بدیم. ولی مشکل هاشمیان، مشکلش اینه که بازیکن‌ها سر جای خودشون بازی نمی‌کنن، ترکیب خوبی نمیچینه. مرسی لوئیس، مرسی، خیلی جوابای خوبی دادی بهم. ان شاءالله که پرسپولیس بتونه عملکردش رو بهتر کنه و به روزای خوبش، به بردهای پیاپی برسه دوباره. مرسی آرمان، خیلی خیلی ممنون. عشق من. هواداری پرسپولیس خیلی دوستتون دارم. خیلی دوستتون دارم. ولی میخوام زود به ایران برمیگردم. منتظرتیم لوئیس. ممنون داداش. عشق منی. خداحافظ. شاکرم.